سلام، من اینجا هستم، شهر جیزه نزدیک قاهره، پایتخت مصر. داریم میریم اهرام ثلاثه رو ببینیم. تو اینجا باید شما بلیط تهیه کنین و سپس برمیگردیم به خیابون اصلی و از در اصلی وارد بشیم. بعد از اینکه بلیط رو تهیه کردیم که 700 پوند مصری هستش، حتما باید با کردیت کارت تهیه کنید بلیط رو. نمیتونید کش پرداخت کنین، باید کارت بین المللی داشته باشین، اینترنشنال، و از در اصلی وارد میشین. طبق قوانین خیلی از جاهای داخل اهرام رو نمیتونید ویدیو بگیرید متاسفانه. حتما حواستون باشه بعد از اینکه بلیط رو تهیه کردید رسیدین دم در ورودی، یه سری آدما هستن که بهتون میگن بلیط رو بده من ببرمت داخل. اصلا با اونا نرید، بهشون اعتماد نکنین، چون که شارژتون میکنن و همشون بهتون میگن که ما اینجا کار میکنیم، ما جزء اینجاییم، ولی نه، شما خودتون میتونید بیاین داخل، از گیت رد بشین، وسایلتون رو بذارین که اسکن کنن. اگر کوله چیزی با خودتون دارین و بلیطتون رو خودتون اسکن میکنید و وارد اهرام میشید و پشت سر من اهرام ثلاثه رو میبینید. چیزی که خود مصری ها، راننده من به من گفت اینه که به هیچ کس اینجا اعتماد نکنین، دوربینتون رو به هیچ کس ندید که ازتون عکس بگیره، چون که اگر ازتون عکس هم بگیرن ازتون پول میخوان. هیچ چیزی خرید نکنین، با هیچ کس نرید، به هیچ مصری اعتماد نکنید که به عنوان راهنما باهاتون بیان داخل. خودتون میتونید تمام ساینا رو فالو کنید و کاراتون رو انجام بدید، یعنی اصلا بی نیاز از همه کس هستید و نمای اهرام در سر. بعد از اینکه از در وارد میشین، بلیطتون رو نشون میدین، یه مسیری جلوتون هست که پیاده روی میکنید تا اهرام برسید و اهرام با هم فاصله دارن. اولین چیزی که من الان نزدیکترین چیزی که به خودم دارم میبینم مجسمه ابوالهول هست. سعی کنید که صبح زود بیاین، اینجا ساعت 9 صبح باز میشه. سعی کنید 9 صبح بیاین که خلوت باشه که بتونین راحت بازدید کنید. البته این اتوبوس هم هستن که میرن، ولی خب من ترجیح دادم که اینجا قدم بزنم در این محوطه تا برسم. مجسمه ابوالهول که شما نمیتونید خیلی بهش نزدیک شید. البته احساس میکنم که اگر برم اون سمت بیشتر از این سمت که خودم هستم میتونم بهش نزدیک شم. حالا در واقع برگشت از اون سمت هم سعی میکنم بهش نزدیک شم. برای حفاظت از مجسمه شما نمیتونید بهش نزدیک شید. دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که حواستون به اینایی باشه که میگن سوار شتر شین یا اسب و شما اصلا بهشون گوش نکنید. این چیزی بود که خود مصری ها به من گفتن، رانندم به من گفت که اگر بخواین شما میتونید با جایی که دولت تعیین کرده برای این کار سوار شتر و اسب بشین، ولی نه وسط پیرامید، چون گویا که خیلی تجربیات خوبی وجود نداشته در این زمینه و شما رو وسط ناکجا آباد پیاده میکنه.
من الان روبروی معبد خوفو هستم که بلندترین هرم هستش توی شهر جیزه، بلندترینشون هست که پادشاه خوفو اینجا دفن شدن و در روبروشون هرم‌های کوچیکی می‌بینید که همسرشون، خواهرشون و مادرشون هستند که دفن شدن و معتقدند که در دنیای بعد هم رو ملاقات خواهند کرد. و الان میریم به سمت ورودی معبد خوفو. یه چیز دیگه که حتما یادتون باشه، در تمام طول مسیر بلیتتون دم دستتون باشه، چون هر جایی که میرسین هی بلیتتون رو چک میکنن و بلیتتون رو تا آخر تور با خودتون نگه دارین. مثلا اخلاقی که من دارم که دور میندازم، سریع دور نندازین چون به مشکل میخورین. اینجا میتونید روی صندوق اهرام بالا برید، یه چیزی رو میرن اون بالا میبینن و بیان پایین با هم چی میگن. اینجا با هم داریم روی تاریخ قدم میذاریم. The last one, say goodbye, so I can send it to your family. ورودی هرم خوفو. The big jobs. بعد که خم بریم به سمت ورودی اینجایی که مقبره هست. بعد از اینکه اون دالون رو رد میکنی به اینجا میرسی. خیلی دالون سختی بود برای عبور و داریم اینجا بالا میریم. یه بوی نمه، یه بوی خاصیه، نه بوی نم هم نیست حتی. و همینطور میریم بالا تا برسیم به مقبره. دالون بعدی. مقبره خوفو. No video, sorry. برای خوفو که ایشون اجازه نمیدن عکس و فیلم بگیرید. اجازه عکاسی داریم، فیلم برداری نداریم. من بس برای فیلم میگیرم و این آخرین دالونیه که ما ازش عبور کردیم تا رسیدیم به اینجا. انقدر اون داخل گرمه که شما خیس عرق میشید. حتما با خودتون بادبزن بیارین و خیلی زیباست. حالا ویدیوشو میذارم، البته نتونستم خیلی ویدیوی خوب بگیرم چون اجازه ویدیو نداشتین، ولی عکساشو میذارم و با من همراه باشید. و اینجا مقبره همسر خوفوه که این داخل ورودیشه و ما میریم داخل. لا اصبر على الفاتوره النهارده. دیگه بیشتر از این نمیشه فیلم گرم. اصبر على الفاتوره النهارده. خیلی برو تنگ و تیر. يعني ما تنزليش. میریم به سمت هرم دوم که میگن ورودیش بسته است و نمیتونیم بریم داخل. قبلا اهرام به همین صورتی که نوک هرم رو میبینید جلا خورده و شارپ بودن، ولی الان با گذر زمان اون جلای روش از بین رفته. این هرم بسته است ورودیش.
هرم بعدی که پشت این هرم هست بازه که داخلش میگن مثل همینه که من رفتم که مثل داخلش مثل خوفو هست و من فقط داخل خوفو رو میرم، یعنی رفتم که براتون فیلمشو میذارم دیگه. این خوفو بود که ما با هم داخلش رو دیدیم و این پیرامید بعدی هست که داخلش بسته است و نمیتونیم بریم داخلش. اینجا نمای پانورامیک هر سه هرم هستش و در پشت سر من مجسمه ابوالهول هست. اینجا تور ما به پایان میرسه. امیدوارم که از تور امروز لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به دستان پرقدرت جهان هستی میسپارم. شب و روزتون بخیر.